سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه داخل این ویدیو یه دونه گان واسهتون پیدا کردم که دیفالتش بچه همونی که روی زمین میتونید توی بتل بگیرید خداه و واقعا خیلی قشنگ میتونه بزنه و واقعا اگه سیزن آپدیت کنید واقعا خیلی قشنگ میتونه راحت باش کیلای خفن بگیرید و دیگه در مقابل شاتگان هم بچه میتونه وایس در این حد این گان خفنه. پس بزن بریم داشته باشه. فقط قبلش این ویدیو رو لایک کن و من بچه خودم با این گان سولو اسکواد زدم داخل این ویدیو و قبلش حتما ویدیو رو لایک کن، یه کامنت انگلیسی، حالا هر کامنتی که گذاشتی و ساب کن تا جزو اولین نفرایی باشی که منو ساب کنی. بزن بریم که داشته باشیم. Let's go. بچه این گیمپلی اصلیه که داخلش همون گان و برداشتم باش تونستم سولو اسکوپ بزنم. بچه هیچ چیز بهتر از این نیستی که فارم بخواد قرمز باشه و هیچ چیز نارنجی، حالا قرمز نیست ولی فارم قرمز باشه بچه خیلی بده. از 100 تا اینمی راحت 20 تا 30 تا میاد و اینجا هم لند کردیم و این گان بچه واقعا خیلی خوبه. حتی همه سیزن ها میتونه همینجوری بزنه بچه ها. من مثل میگم همه سیزن ها میتونه همینجوری بزنه و اینجا هم که سلطان کروگر رو برداشته باشیم، اسکین محبوب و میتسیکس و خودم اسکین واقعا خفنی، موونتش خیلی خوب، خودم باش خیلی خوب بازی میکنم. واقعا هر کروگری رو بدید دست من همینجوری باش بازی میکنم، خیلی خوب باش پلی میدم. و اینجا بچه نگاه کنید، من منتظر اینم تو بخواد بیاد، ولی خب گفتم که اینجا من میتونم مغزم رو بهتر استفاده کنم، چون در کل اگه بخواد اون بیاد میتونه برنده فایت باشه و امکانش هست که بتونه برنده فایت باشه. بچه این گان میتونه کیوکیونن که بچه واقعا خیلی خوب میزنه. احتمال شما فکر کنم احتمال میدادید که هم این گان بدون یکی از خفن ترین گان سیزن باشه. و بچه یه دلیل بیارین که نظرتون من چرا آرمارم پر نکردم. و اینجا هم که یه سنه پینگم رفت بالا و نفهمیدم چی شد، فقط موونت زدم که منو نتونه بزنه و اینجا یکم خط گرفتم و فهمیدم از اون بر داره میاد. اینجا سریع اسلاید زدم که منو نتونه ببینه. اینجا هی اینور هی اینور هی چپ هی راست که بتونم حداقل بزنمش و همجوری نفرات بعدیشونم میزنیم. بچه کیوکیونان رنج تایش 20 متره و حتما هم واسهتون یه اتچمنت ازش میذارم که برید کلی کیف کنید و حال کنید. و آره دیگه. و بچه یکم در مورد این سیزن بهتون توضیح بدم. بچه در مورد گانایی که هر روز زمین برداشته شده و فلان و اینا. بچه اینکه PDW به زمین اضافه شده و واسه من خیلی خوبه چون لجندشو دارم. یعنی این اکانت دوست دارم و خودم بعضی وقت مثلا الان تایر بتل پاسش پایین بود خودش حال نداره زیاد بازی کنه، بعضی وقت میره دست من که ازش بازی کنم و چیزشو تایر بتل پاسش ببرم بالاشون. بتل پاس خیلی میزنه و آره دیگه. و در مورد PDW این اکانتش PDW لجند داره و واسه من خیلی خوبه و اشس برداشته شده متاسفانه روی زمین. کریسیس اومده روی زمین، هولگر اومده روی زمین و FFAR اومده روی زمین و فکر کنم خیلی از گانا هم برداشته شدن. مثلا چاپر رفته روی زمین، چاپر رو نمیدونم ولی فکر کنم رفته باشه. آیسیار فکر کنم رفته باشه. آیسیار رو بچه ها رفته و بعد برید توی لودات بچینیدش. و اینجا بچه ها نگاه کنید، من اونجا تیر 2 تا تیر در کردم فقط و اودن هم اضافه شده روی زمین و 2 تا تیر در کردم. گفتم که خب حالا من باید موقعیتم رو تغییر بدم و جامو سریع چنج بزنم یا جامو عوض بزنم و عوض کنم و خب اینجا یه دونه نیدی شانسی همینجوری بندازیم، حالا شاید گرفت شاید هم نگرفت. اینجا بچه نگاه کنید، اینو چند تا دمیج کردم، پلیدشو شکستم ولی گفتم که برم خیلی بهتره چون اونم یکم از آرمان منو نشکسته بود و اینجا هم که سریع گفتم از اینجا خارج شم و بتونم اونا رو تو بچه کین هم خیلی خوب شد، اونا رو تو موقعیت بهتری ببینم. کین هم خیلی خوب شده. این کینی که اپیکوش من دارم واقعا ایمش خیلی قشنگه و راحت تر نسبت به باش زدن اینیم راحت تره باش. و اینجا هم که یه دونه آرمو پیدا کردم و سریع زدم آرمورمو. بچه میگم سلام بچه پنجره اتاقم بازه و یکم یه سری از صدا میاد که نمیتونید. خب اینجا رفتم بالا هایگرند رو گرفتم و
این طرفم مووان ترکر داشت. بعد این کلاس پرشی هم داشت، اسمش یادم رفته. و فهمیدم که شاتگان پلیر. بعد اینجا یه دوستشی درک کردم و سریع اومدم اینجا این پشت رفتم و سریع تگ یارم گرفتم، ریلود کردم، تگ یارم رو زدم و اینجا هم که موومنت میزنم که حداقل نتونه بیاد منو بزنه. و سریع رفتم اون بالای هایگراند رو بگم، گفتم نه. اینجا منم وایسادم دقیقا دیدمش، چون یه موومنت زدم که برم پشتش و تونستم بزنمش خیلی ایزی و راحت. واقعا اگه رو همین یه اتچمنت خوب بچینید واقعا میتونید جلوجر کنید. آره دیگه واقعا اصلا خیلی این سیزن خفن میتونه بزنه. در کل بچه SMG ها خفن میزنن و QQ یعنی میتونه یکی از بهتریناش باشه. بچه QXR هم خیلی خوبه، QXR هم واقعا قشنگ میزنه. اینجا هم دقیقا یه دونه نمیدیدم یه چند تا ازش داریم. کلاس چیز رو داشت، کلاس شمشیر رو داشت. اینجا سریع میبینم یه موومنت بچه، این موومنت باعث شد که بتونم بزنمش. و بچه مرسی که تا اینجا ویدیو همه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و چنل رو ساب کنید و آره دیگه فعلا بای.